داره ترامپ رو دارین میبینین، میزبان تیم فوتبال آمریکایی اینتر میامی هستش و لیونل مسی هم در این جمع حضور داره. پدافند ضد هواییشون از میان رفته، بنابراین دیگه نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن، همه هواپیماهاشون رو زدیم، سیستم ارتباطیشون از میان رفته، موشک ها رفتن، لانچر ها رفتن، نزدیک به 60%، 64%شون از موشک ها و لانچر ها از بین رفتن. به جز این دارن خوب کار میکنن ایرانی‌ها. میگید خب حالا دیگه چی میمونه؟ خب سرسخت هستن و به ما زنگ زدن گفتن چطور میتونیم یه توافقی کنیم. گفتم یه مقدار دیگه دیر شده و خب 47 سال، حالا هر جور که بستگی داره چجوری بشموریدش، ولی 47 سال وحشت از دست اینها داشتیم و وقتی میبینید که یکی در خیابون شما بدون پا یا بدون بازو داره حرکت میکنه یا صورتش بدجور دچار جراحت شده، بیشتر از 95%ش از قاسم سلیمانی اومد و ایران و دیگر رؤسای جمهور اینو تحمل کردن، من تحمل نکردم. بنابراین سربازان ما خیلی عالی دارن کار میکنن، بهترین ارتشی رو داریم که دنیا به خودش دیده. متشکرم. و دیروز دولت من اعلام کرد که اقدام جدی میکنیم برای اینکه قیمت‌های نفت رو پایین نگه داریم، از جمله بیمه ریسک سیاسی ارائه می‌کنیم به نفتکش‌هایی که می‌خوان از خلیج عبور کنن. همونطور که می‌دونید منطقه بسیار خطرناکی است. اقدامات بیشتر خواهیم کرد برای اینکه افزایش قیمت نفت رو مهار کنیم. می‌بینید که داره باثبات میشه. اسکات، اشکال نداره یه مقدار داریم از موضوع خارج میشیم. گفتم که اسکات باید اینو بگم الان. در حال خیلی خوب کار کردیم. اسکات همه خوب کار کردن، میخواستن ما رو بزنن، ما پیش دستی کردیم، اینا دیوونن و در بلند مدت اقدامایی که کردیم به صورت خیره کننده ای ثبات منطقه رو بهتر خواهد کرد. قیمت نفت و بازار بورس همه چیز با ثبات خواهد. ما در تاریخ رکورد شکستیم با شاخص داو. 15,000 بود، 50,000 بود تا پایان ریاست جمهوری در 4 سال. بعضیا فکر می‌کردن که به این حد میرسه ولی در پایان سال اول رسید. S&P 500 به همین ترتیب در کمتر از یک سال و اون هم سخت‌تر از شاخص داو بود. و خب ما کشور عالی داریم، کشوری که هیچ وقت وضعش به این خوبی نبوده. موفقیت عظیمی داشتیم در حیط‌های مختلف. نیروی مسلحمون رو در دوره اول ریاست جمهوری بازسازی کردیم و الان داریم بیش از حدی که دلم می‌خواست ازش استفاده کنیم داریم ازش استفاده می‌کنیم. ولی خب دیدید که در ونزوئلا چه موفقیتی داشتیم. عملیات چکش نیمه شب رو در ایران داشتیم که در واقع زمینه رو فراهم کرد برای کاری که داریم الان میکنیم. واقعا چشمگیره و بار دیگر از همه اعضای سپاه پاسداران ایران، ارتش و پلیس میخوام که سلاحاشون رو به زمین بگذارن وگرنه کشته میشن. الان زمانی است که برای مردم ایران به پا بخیزید، مردم ایران به پا خیزند و آینده خودشون، کشور خودشون رو پس بگیرن بعد از همه این سالها. اگر که مسئولیت میخوایم به شما مسئولیت میدیم و شما به این ترتیب در طرف درست تاریخ خواهید ایستاد. کاملا در امنیت خواهید بود با مسئولیت کامل یا اینکه مرگ حتمی رو باش مواجه خواهید شد و ما نمیخوایم که این سرنوشت شما باشه. همچنین به دیپلمات‌های ایران در سراسر جهان میخوایم که تقاضای پناهندگی کنن تا به ما کمک کنن که ایران جدید و بهتری رو شکل بدیم. با توان بالقوه‌ای که این کشور داره آینده بسیار بهتری خواهد داشت و حالا فکر میکنم که آینده خیلی خوبی خواهد داشت. ایالات متحده تضمین خواهد کرد که هر کسی که رهبر بعدی ایران باشه این کشور تهدیدی برای آمریکا یا همسایگانش نخواهد بود. اگر نگاه کنید به اتفاقی که افتاد، موشک‌هایی داشتن که هدف رفته بود، هدف گرفتن همه این کشورها، قطر، عربستان، امارات، بسیار از دیگر کشورها و این کشورها واقعا نقشی نداشتن. ولی حتی قبل از اینکه ما عملیات رو شروع کنیم موشک‌ها رو به سوی اونها نشانه رفته بودن، کل خاورمیانه رو نشانه رفته بودن و خب
ما از راه رسیدیم و جشنشون رو خراب کردیم. میخوام سپاسگزاری کنم از همه کسانی که اینجا دخیل بودن. مارکو تو خیلی خوب عمل کردی و در یه جایی به اسم کوبا خیلی خوب کار کردی ها. ایراد هم پیشتر اینجا بود. بهش گفتم میخوای بیایی به این مراسم جشن ما، مراسم اهدای جوایز ما شرکت کنیم. اتفاقی که داره در کوبا میفته فوق العاده است و ما فکر میکنیم که اول باید این قضیه ایران رو حل کنیم، ولی خب مسئله فقط زمانه که من و ما شما کوبایی تبارهای باور نکردنی به کوبا بازگردید، نه برای اینکه اونجا بمونید برای همیشه. ما نمیخوایم کوبا رو انقدر عالی کنیم که شما برید و دوباره اونجا مقیم بشید. میخوایم که اینجا در آمریکا پیش ما بمونید. ونزوئلا وضعش خیلی خوبه الان، خیلی خوب داره پیش میره، باثبات شده. ما یک فرد فوق العاده به عنوان رئیس جمهور موقت اونجا هست، دلسی رودریگز. او و پرسنلش خیلی خوب عمل کردن، با ما همکاری میکنن. صدها میلیون بشکه نفت داریم ازشون میگیریم که میره به هیوستن و دیگر شهرهای جنوبی ما و اونجا پالایش میشه و بعد ما در واقع داریم کاری میکنیم که بسیار به مراتب بیشتر از پولی که در سالهای اخیر میساختن ونزوئلایی ها عایدشون میشه. کشورهای زیادی در نقاطی که واقعا عاشقشون هستیم، حالا شما باش میگیم فوتبال، ما تو آمریکا میگیم ساکر، ولی این کشورهایی هستن که ما این ورزش علاقه مشترکمونه و اگر شما دوست دارید، میدونم که من خیلی هیجان زده هستم وقتی سخنرانی میکنم، ولی شما میتونید بشینید. میدونم همتون ایستادین، میتونید بشینید، برای اینکه ما اینجا هستیم که ادای احترام کنیم به این قهرمان فوق العاده. بیاین بریم سر وقت دلیل مراسم امشب و یک دلیل بسیار زیباست، برای اینکه داریم ادای احترام میکنیم به بازیکنان بسیار با استعداد. میزبان قهرمانان جام MLS 2025 هستیم، اینتر میامی. تبریک میگم بهتون. و این مایه افتخار منه که بگم که هیچ رهبر آمریکا، هیچ رئیس جمهور آمریکا تا اینجا به شما افتخار خوش آمدگویی به لیونل مسی به کاخ سفید رو نداشته. پسرم گفت پدر میدونی امشب کی قراره بیاد اینجا؟ گفتم نه من سرم شلوغه پسر. گفت مسی داره میاد. خیلی طرفدار پرپاقرص مسی هست و خب تو یک شخصیت فوق‌العاده‌ای هستی، فکر کنم که به زودی ببینیش. او حسابی فوتبال دوست هست و خب یک جنتلمن دیگر به اسم رونالدو هم میشناسیمش که کریستیانو شخصیت فوق‌العاده‌ای بود. تو هم همینطور قهرمانای بزرگی هستید، ورزشکاران بسیار باور نکردنی هستی که خیلی عاشق فوتبالید و خیلی با مهارت و مایه افتخار ماست که در کاخ سفید به شما خوش آمد میگیم. همچنین به مالکان باشگاه خورخه و خوزه ماس کوبایی تبار، اصالتا از کوبا، پدر مادرن. بله پدر مادر از کوبا. من میدونم به زودی برمیگردی کوبا. آی و اجازه منم نخواهی پرسید ها، از من اجازه نخواهی گرفت. پرواز میکنی میری کوبا، روز عالی خواهد بود. نه اون روزم جشن خواهیم گرفت. شاید یکی 2 هفته بعد صبر کنیم برای قضیه کوبا، ولی کوبایی هم خیلی بد دلشون میخواد که با ما به توافقی برسن. به اتفاق سرمربی یک مربی فوق العاده داریم، خاویر ماسچرانو. کجاست؟ خب شنیدم که مربی فوق العاده، طبعا هر کسی که قهرمان MLS بشه مربی فوق العاده است. همه این بازیکنان فوق العاده باور نکردنی. خیلی هم خوشحالیم که
دان گابر کمیسر MLS اینجا با ماست. Good job. Good job. As well as proud Miami sports fan, Secretary of State. I'm telling you, he's going to go down. وزیر خارجه ما که طرفدار میامی هست، طرفدار اینتر میامی هست و در تاریخ کشور ما بهترین وزیر خارجه خواهد شد، مارکو روبیو. واقعا همینه. نمیخوام زیادی محبوب بشه. میدونی وقتی زیادی محبوب بشن چی میشه؟ یه دفعه میبینیم مارکو کجاست؟ بله، بیننده تصاویری زنده بودید از کاخ سفید، جایی که دونالد ترامپ میزبان تیم قهرمان لیگ فوتبال آمریکا اینتر میامی بود. و اما ادامه اخبار. قطعنامه توقف حملات آمریکا به